نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش و پوزش پذیر. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برای رسیدن ایام مبعث پیامبر اکرم را به شما داوران محترم تبریک عرض میکنم. امیرحسن مظفری هستم. قرائت، ترجمه و تفسیر آیات 87 تا 95 سوره مبارکه یوسف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل عملتم ما فعلتم يوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این آیه آمده است که حضرت یعقوب به فرزندانش، به پسرانش میگه که بروید و از یوسف و برادرش تفحص کنید و از رحمت خداوند ناامید نشوید. ولا تیأسوا من روح الله، چرا که جز قوم کافر از رحمت خداوند ناامید نمیشوند. هنگامی که فرزندان یعقوب به مصر میروند پیش عزیز مصر و او میگوید ای عزیز مصر، ما و خاندان ما را ناراحتی فرا گرفته و پول و متاع کمی برای خرید مواد غذایی و آذوقه با خود آورده ایم، همراه داریم. تو سهم ما رو به طور کامل به ما بده، به ما ببخش که خداوند کریمان و بخشندگان را پاداش می‌دهد. سپس حضرت یوسف به آنان میگویند آیا دانستید هنگامی که جاهل بودید با یوسف و برادرش چه کردید؟ سالها بین برادران فاصله افتاده. آنها به شک افتادند که نکند این یوسف است
و از گذشته آنها خبر دارد. از او پرسیدم و گفتم آیا تو همون یوسف هستی؟ گفت آری منم یوسف و این برادر من است بنیامین. و من الله علینا و خداوند بر ما منت گذاشته و گفته است هر کس تقوا پیشه کند و شکیبایی و استقامت نماید قطعا او پیروز میشه و خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند. فرزندان برادران یوسف میگویند به خداوند سوگند که خدا تو را بر ما مقدم ساخته و ما خطاکار بودیم. حضرت یوسف به آنها میگوید اکنون بر شما ملامت و توبیخی نیست و شما نزد خداوند بخشیده شدید و خداوند ارحم الراحمین است. این پیراهن مرا ببرید و بر روی صورت پدرم بیاندازید تا او بینا شود و همگی خانواده نزد من آیید. هنگامی که کاروان از سرزمین مصر جدا شد، حضرت یعقوب به اطرافیانش گفت اگر شما مرا به کم عقلی و نادانی نسبت ندهید من بوی یوسف را احساس میکنم. اما اطرافیان او را مسخره میکردند و میگفتند به خدا که تو در همان نادانی و بیعقلی سابقت هستی. ما از این داستان نتیجه میگیریم که هر کس شکیبایی و استقامت پیشه کند حتما او پیروز میشه. اگر حضرت یوسف در برابر آن همه سختی مقاومت نمی کرد دیگر نمی توانست خانواده‌اش رو ببیند و همینطور حضرت یعقوب اگر آن همه شکیبایی و صبر نمی کرد دیگر یوسف را نمی دید. خدایا ظهور آقا امام زمان رو هرچه سریعتر برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلوات عنایت بفرمایید.